آرامش واقعی وقتی میاد که از بیرون دست میکشیم و به درون برمیگردیم، جایی که خدا منتظرمونه. چقدر دنبال آرامش میگردیم، تو کتاب‌ها، تو آدم‌ها، تو سفرها، تو موفقیت‌ها، اما هیچ کدوم موندگار نیستن. چون آرامش یک مقصد بیرونی نیست، یک بازگشت به درونه. اون لحظه‌ای که ساکت میشی، عمیق نفس میکشی و صدای خدا رو توی وجودت میشنوی. ما از جنس نوری هستیم که از منبع الهی اومده و هر وقت از اون دور میشیم گم گشته ایم، اما راه برگشت همیشه بازه. کافیه خودتو به یاد بیاری. از خودت بپرسی امروز چه کاری میتونم بکنم برای نزدیکتر شدن به اون منبع الهی. اگه این روزا ذهنت شلوغه، شاید وقتشه بری یک سری به دلت بزنی که آخرین بار با خودت تنها بودی، برای اینکه فقط بشنوی، نه اینکه فکر کنی. با من تو کامنت ها بگو، شاید الهام بخش کسی باشی.